خیش. به 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 ببین کی اینجاست. بتلفیلد اینجاست. خب آقا سلام و درود، خوش اومدید. بتلفیلد بتل رویالش گموش ردسیکش اومده، بریم پلی بدیم ببینیم چیه. الان فکر کنم دو سه ساعتی یه چیز کردم، من وارد خود اکانت هم نشدم، برای اولین بارم میخوام وارد اکانت شم. بریم ببینیم. حالا کامپلیت شیدر، حالا تا این شیدرش لود شه خواستم بگم که ممنون بابت حمایت هایی که تا اینجا کردید و اینکه نمیدونم رو اولین دومین ویدیویی که بذارم حالا حداقل که 10-15 تا بگیره. و دیگه یه سری هم بود حالا نمیدونم نزدیک 50-60 تا خورده بود و اینکه چیز پاکش کرده بود، یوتیوب دیلیت کرد ویو رو و نمیدونم اون چیه. ما که تازه اومدیم تو مارکت نمیدونیم چی. خیلی شیدرش از بتل رویال، بتل وارزون خیلی بهتر لود میشه شیدراش و اصلا 180 درجه کیفیت بازی فرق میکنه. خیلی روونتر، خیلی سبکتر از وارزونه از نظر حجمی و گیمی. کلا شما مثلا برای وارزون میخواستی حرکتی بزنی، مثلا میگم 150 گیگ فقط خود چیزه بود، 150 گیگ خود اون چی بهش میگن اسمش، خود اون لانچرش بود. حالا لانچرش به علاوه اون چیزه، به علاوه خود وارزون که دوباره باید دانلود میکردی، یعنی یه لانچر کال آف فت دانلود میکردی، یه دونه بهش چی میگم خدا، یه دونه هم وارزون رو باید دانلود میکردی. دارم حالا وارزون رو دارم، سی اس هم دارم، ولی یه جوری هم کلا نسبت بهشون و که امیدوارم سربلند نمیکنه. اودیو اینو نمیتونی خاموشش کنی؟ این از کجا باید خاموشش کنم؟ بهش کنه فعلا بذار باشه. آیز تو سایه رو بر الان بهتر شد. خب حالا اینجا چیز مهم نیست که کنیم. dismiss dismiss و کوالیتی یکم کمه. خب سیزن 1 12 هفته دیگه تمومه، بخشای مودای مختلف داره و اینکه واقعا میتونم بگم تو همین بخش اول میتونه واقعا چیزا بزنه، وارزون رو بزنه.
پینگو که نشون بده. آودیو این یاروه رو کپس لاک برای وایس. خب یکم تو مخمه. خب منو وارد اکانتمون شدیم یعنی پروفایل. یاسینیتی جی دی. خب پرایوت پروفایل برام مهم نیست چون هیچی ندارم. فیوچر مولتیپلی رسی که باید همون بتل رویالش باشه. به به من خاموشش میکنم نمیدونم. برای بار اول ساعتهای اول روزای اول خدا وکیلی حمایت نداره. اگه تا اینجای ویدیو رو دیدی دمت گرم، یه لایک کن، حساب کن، یه کامنت هم بذار. بریم ببینیم چیه محیطش که همون محیط وارزونه شروع میشه. یعنی خب عملا کپی وارزونه دیگه، ولی خب یه کپی که بهتره. چی هست؟ عرب بود پدر سگ. سرور خاورمیانه همینه. حالا ببینیم پکت رفت. باید پکت رفت رو آن کنم. حالا دست بعدی شاید آن کنم پکت رفت رو. 9 8 5 ثانیه تا اولین مچ بتل رویال چیز بتلفیلد. زور رسیده. واه خوار مادر گرافیک. گیم پلی گرافیک کاستومه. سنسم کمه وای. موشن کیبورد سنسیویتی الان بهتر شد. خب مپ چست با ای اوپنه. اولین مچم باختم مسخره. آها اون موومنت رو نداره. میکشیدی زمین خودتو. چی؟ خب با 5 آرمور میزنه.
این من دوست داشتم خدایی، خوبه بد نیست. بازم چیه پای بارزان نمیرسه. سرعت پایین اومدن با چترش رو دوست داشتم، خیلی بهتر از کالافه. نه چقدر یگان خوشم نمیاد. تو کانترم که هست یه چیز باحالی نیست. کیت درمانه من چون این برداشتش. مپو بریم داون تاون داون. جزئیات بازی رو دوست دارم، حالا نمیدونم رو اوتوه رو چیه، نسبت به کارت هم داره رو چیز میکنه. پینگ هم 168. پینگ جالبی ندارم اصلا. بذار یه حرکتی باید بزنم. Rally on that RV point. Move. You got backup coming. Team up to get the job done. Got a new mission for you. Details on your map. پین کردم چیز الان شما شاید نبینی دارم، چون رو دیسپلی، چون تو OBS هم رو دیسپلی چیزه گیم کپچره. ببینید یا نه، ولی انقدر فکر کنم بازی یا سنگینه یا همونقدر سبوکی که اینجا من FPS رو نشون نمیده. یعنی هیچی عملا صفر. چی؟ چون بازی که تازه پورت شده، تازه سروراش ران شدن، نمیتونه بازی سبکی باشه. احتمالا انقدر سنگینه که CPU کولینگ هم و چیزم GPU فانم. ایمش خیلی سریع، اینش خوبه. زمین تنیس بریم میتونیم یه روش اتکش کنیم یا نه. الان
بیرون یه بار دیگه بریم تو مچ. خب مولتی پلیشو بریم. آپگرید نو چیه؟ فانتومشن استانداردشن پولیه؟ اسکواد بریم ببینیم چی به چیه. فقط عرب نیاد بابا، یارو با پینگ 10 میاد یه جوری پلی میده نوب سگم باشه رجستر تیرش هم من خیلی گات داره. غیر این نیست دیگه. کی رجستر تیر حقی دارن عربا. پرک اینا. آره پرک. Hello. Que essa daí já é 20 estrelas. Alpha, you're Russian? Eles também são por fumar. What? Também são por fumar. Não sei na qual. Deixa lá ver. Ah, fechou. Na qual é que eles foram emprestados? Na sétima? Ou não? O gajo estava lá. یه بند خدایی که دکترای پزشکی عمومی مملکت میگه که خونه اول شمال، خونه دوم Olha, foi a viatura dele que مسکو. o RPC passou ao lado. Foi da viatura dele. I don't speak Russian. Que foda-se. Estou a ver a coisa para a entrevista, caralho. Bom, agora comecei aí a partida. What's up? What's up? Yo. Yo, what's up? Don't leave friendlies waiting. Get them back in the fight. Get over to that waypoint. You've got some mission updates. Review them when you can. Nice. اینکه یکم چیز میذاره بده، یکم شیلد میذاره. میشه ریوایو کرد؟ نمیدونم. یه دست دیگه. همه ملت پرو شدن تو این 2 روز. شاید ما نوبیم. شایدم ما نوبیم. خدا چه داند. باید تو چیز رفیقامون رو اد بدیم. invite you join party. حسب کن. آها میتونیم کانکت دیسکورد کنیم. پارتی از استیم. آها یا پلیر سرچ اونجا بزنیم. خوبه. اینو دوست دارم که مثل کال آف یا کانتر نیست شما یا باید اد توی استیم حتما اد بدی طرفو یا اینکه چیزش کنی.
من که 50-60 دارم، ولی کسایی که مثلا 30-60 40-60 کلا سریای سی و خانواده سی و دارن، پوستشون تو وارزون این کنده است واقعا. حالا 30-80-30-90 که قضیهش جداست. اگه کسی بخواد مثلا 30-70 برداره، 40-60 برداره، حتی 40-60 تیای هم کم میارن، یعنی تو بازی منم کم میارم مثلا، نه FPS خوبی نه چیزی بی. حالا تو مانیتور میتونم FPS فعال کنم. FPS حاجی پرام اینم FPS 85 که دروغه. چس ای بابا Heads up. Mission updates just came in. این بازی خیلی بابا تمرکز واقعا تیر بزنی، چون تیرا مثل چیز نیستن، مثل وارزون نیستن یهویی خالی نشن، خیلی زودتر خالی میشن. من اینو دوست دارم که خیلی شبیه به واقعیته. این چی میگم، یعنی درصد طبیعی بودن وارزون رو باید میخوای مقایسه کنی، این سریش وارزون رو میزنه. کسی ممکنه این نیست که وارزون اصلا گیم خفنی نیست. من خودم خیلی طرفدار وارزون. خب این وارزون رو به هر گیم دیگه اگه حالا سیستم بکشه یا هر چی دیگه باشه من چیز میکنم، واقعا ترجیح میدم. ولی یه زمانی که یه گیم خفن تر داره میاد تو بازار، خیلی مهم اینه که شما بیشتر با اون گیم حال کنید. چرا دیگه تکتیر میزنن؟ FPS دراپ داشتیم، چه عالی. بعد OBS هم خیلی میکشه، یعنی خیلی FPS میکشه. Heads up. Check your map for new mission details. الان ما اینجاییم. Redeploy plane over there. Move to that location. We have a hostile jumping onto your position. این مدلشو نیده بوده. الان برم تو کیبورد درست کنم تا سلیقه خودم. اصلا کیبورد چیزش نیست. این مثل اصلا کیبوردش که خیلی مزخرفه. Let's rally on that RV point. واسه میتونه اینجوری
تخریب پذیری داشت. چند بتلفیلد بود دیگه، با تخریب پذیری داشته باشه. یا کی پدر شد. You got backup coming. Off to get the job done. نخورد بهش. حرکت رو دیدی اینجوری اومد. رو حال کن. حالا اگه بشه بچه ها اگه بتونن نصب کنن، حالا خیلی که از استیم نرفتن، یعنی بعضی بچه ها پارتی گیم اینو دانلود کردن، اگه بتونن چیز کنن بازی رو ران کنن، اکانت رو بسازن، که احتمالا امشب یه ویدیو دیگه هم بگیریم که اون با بچه هاستی. چه خروجه کرج می‌مونه. Toxic blade inbound. Watch your route. Medic! 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 یه کیل گرفت کلا. همون شد که همون شد. شانس هم نداریم خدا وکیل. خدا حساب میزنیم. وای هنوز لولمون یکه، هیچ گوی نخوردیم، وین نگرفتیم. الان وارزون بوده دقیقا 2 دست وین گرفته بودیم. اسکواد هر گیم جدید دیگه هم بیاد براتون میذارم، مطمئن باشید. و اینکه ببینم چی بشه. مدرسه هم تا 3 نگه میداره. من امروز زود اومدم، تعطیل شدم. حالا یک شنبه سه شنبه زود میام، 1:30 تعطیل میشیم تا برسیم خونه. شد 2 برسم و اینا. Okay. You have unknown shooters moving on the target area. Move to that location.
چه خوشگل اومدم پایین. اه. Teammate pinpointed enemy's location. Updating your map now. Heads up. Mission updates just came in. Equip armor آقا. چوسی. هرچی دارم تلاش میکنم موومنت بزنم نمیشه. جزئیاتو میبینی مثلا جنگه Got a new mission ready. Help is on the way. Stand by. اینا خب عملا یه کپی زده رو وارزون که یکم بهتره برای اینکه بخواد جای وارزون رو بگیره که نمیتونه بازم. چرا؟ چون وارزون عشقه. وارزون بهترین گیم جهانه. Got a danger point. گردن جو جوردمین مون. Squad mate is standing by for redeployment. Bring him in. Heads up. Check your map for new mission details. You got a friendly rejoining the fight. نو عمویی در کار نیست. نه آسفالت جرده. Check your missions. You got your message. Reinforcements incoming. Stay close till they redeploy. چی هست؟ یه ماشین. Got a new mission. آره. Details on your map. حتما که همیشه نباید پلن A باشه. حتما هم نباید پلن B باشه. بعضی اوقات پلن C جوابه. میشه برو. شبیه آسمون ربات کریم میمونه. چه
جدا میگم برید دور رو بره رود کردیم قشنگ آسمون همین شکلی. بابا Get yourself squared away. Squad is working out there. Toxic blaze inbound. Watch your rear. اول لوت. Alright, new mission is up. Mark on your map. Weapon drop inbound. Grab what you need. New mission available. Battlefield is still crawling with hostiles. Stay alert. Heads up. New mission incoming. Check your briefing. بس دیگه یه اصلا یه نمیگیش. آقا مرسی که تا اینجای ویدیو همراه بودید. خوشحال میشم که ویدیو رو لایک کنید، چنل رو ساب کنید، کامنت بذارید. بعد اینکه تا ویدیوهای بعدی فعلا خداحافظ. اصلا اونا میرینن توش رو هر زاده رو.